به نام خدا. سلام، سمان صوفی هستم و میخوام اوریگامی قایق رو بهتون آموزش بدم. برای این اوریگامی نیاز داریم به یک کاغذ مستطیلی، مثلا کاغذ A4 یا اینکه کاغذ A4تون رو نصف کنین و با سایز کاغذ A5 تا بزنین. من الان کاغذم سایز A5 هست. کاغذ رو جلوی خودتون قرار بدین و میخوایم یه تای به اضافه بزنیم، یعنی یک بار اینطوری تا کنید، کاغذ رو باز کنید و یک بارم از این سمت کاغذتون رو تا بزنید. به این حالت کاغذ رو باز کنید، بچرخونید، از این خط وسط ببندینش به صورتی که قسمت بسته بالا و به قسمت باز کاغذ رو به خودتون باشه. با توجه به این خطی که اینجا میبینین، خط تایی که وسط وجود داره، شما یک تای موشک بزنین. به این حالت تای موشک هم که حتما یادتون هست، یعنی این زل دقیقا بیفته روی خط وسط. قسمت روبروی قرینش رو عین این سمت میزنیم، فاصله بینشون نیفته، لایه ها روی هم قرار نگیرن. برای مرحله بعد این زل دقیقا میفته روی این قسمت. به این حالت برای قرینش هم همین اتفاق میفته. به این حالت کاری که الان باید بکنیم، کاغذ ما از این قسمت، این خط دقیقا تا میشه به سمت بالا. به این حالت یعنی تا انتها دیگه. ببینید این قسمتش بیرون زدگی نداره، چون این قسمت این پشت مخفی شده. کاغذ رو برگردونید. برای این قسمت هم همین کار میکنیم. برای اینکه اینجا خط رو نمیبینید، اول این کاغذ رو تا جایی که لایه زیری تا شده اینم تا بزنید. به این حالت بازش کنید و اون لایه مثلث رو به راحتی، الان اون تای مثلث رو به راحتی بزنید، چون دیگه الان این خط وسط رو دارین میبینید. برای قرینش هم همین کار میکنیم. این لایه کاغذ رو تا کنید به سمت بالا. کاغذ رو بگیرین دست خودتون، از این قسمت کاغذ رو باز کنید، از وسط کاغذ رو باز کنید و اجازه بدین این نقطه روی این نقطه قرار بگیره. به این حالت اینجا دوباره محکم کنید، تیز کنید با ناخنتون. خب مرحله بعدی، این نوک مثلث دقیقا میاد روی این نوک مثلث. به این حالت دقیقاً برای پشتش هم همین کار انجام میدیم. به این حالت دوباره کاغذ رو بگیرین دستتون، این سمت راست و چپ رو باز کنین، به سمت بیرون حرکت بدین، اجازه بدین این قسمت روی این قسمت بشین. به این حالت اینو من دوباره با ناخن تیزش میکنم که فرم بگیره. اینو در نظر داشته باشین که لایه های کاغذ بیشتر شده و بعد انرژی بیشتری بذارین و به کاغذتون فرم بدین. خب ببینید الان یه لایه اینجا و یه لایه اینجا باز و آزاده. میبینید شما اینو باید تا انتها به سمت بیرون دو طرف بکشین. به این حالت و حالا اینجوری اینجا رو با دستتون محکم کنین. اوریگامی قایق زیبای شما آماده شد. من برای این اوریگامی از کاغذ درو استفاده کردم، به این خاطر اینجا هم رنگیه و این قسمت هم رنگیه. امیدوارم که این اوریگامی زیبا رو درست کنین و لذت ببرین.